یک زن پیش یک حکیم اومد تو همه شوهرم دردی سرای همین گیزله را یک قرار میکنه گپی خوب نمیزنه این کاری آووشی میکنه روز ندارم خطی شکر کنم همه یک گرمیش نمیکنی دهن شبان و این هم نمیگه که دهن من گرمی اجرای اسلام نیسته آدمی به حکمت به عقل است میگه میکنم من که شرطش بسیار از بین نره میگه چیکار کنم هر شرطی بفهمی اجرا میکنم میگه از موی یولی شیرینار یول داره کو یک چند پیلش در کره روی دهانی او را بستن گرم کردن فقط ای شیر زنده ای که در طبیعت های و از اپاد نمیشه ای طبیعت نم مقصد که او میره اینم مرغزارو انا مقصد هم شیرش کر میگیری موی شیر زنده نوبسته بگی بیار ایشون اون طرف تنیما این زنک سراغ میکنه میره و همه بشه یک شیر دوشته است خطی همش کورچوی اگر میزنه که چخیل کنم که همه شیرو مقصد چی نگم گفتن همه شکم سر بخواه چی نمیگم تو کوشش کنی همه شیر شکمش داریم سر بوشا یعنی هر روز همه عباز یک گوسفند میکشته میبوده یا همونجا میمونده است خودش بروی درخت میبوده شیر میمونده است همون میخورده میرسیده او مختشی است دیگه شیر همون ساعتی که میزنه از میاد یکو دیگه همون انتظار میایستاد است که کمی میاد بعد چند مدت دیگه همه قضیه نزدیک میشه که میخوره در پیش شیر میسته شیر اون خوراک خورده است هیچ نمیگه یه روز دست شد روز میکنه سیلش میکنه که قرآن با هم یه روز استفاده میبره ای فرصت قیشی بود دست قطیش چند مورا میبره و یا خصادی شدی دوام میاد پیش همین حکیم این حضرت این گفتگی تا اجرا کرد تو را مردک شو که اجرا کن این عایشه زنده و بردم من میگه خواهر همین شوی تو قدیم شری نردی زده دیگه بودی یک شری و حیره که آدم میخره دلش یفتی اخیر هیچی نگفت حتی مو شبری گرفتی آوردی نگم یک صورت دلش نرای ایزان خیلی چیزا وابستگی داره ولی می نولان دعوا میکنن الا شوهر زن گرفت فلان کرد آخه تو زنی حقیقی شد یادی زن نمیکنه زنی حقیقی باش خروکک شب پس نز خونش داد و فیغان نکه هر وقتی اومد تبسم خطی قبولش که با تبسم گوسیدش که از برای خدا اگر همی تو زنی حقیقی شای هرگز همه شوهری تو ارزوی زنی دیگه نمیکنه خودش میلنگانی نمی فوت میتونه بعد شکایت عرض داد و فلان بسم الله یقین است اگر همین زن واقعا اگر همین زن غیرت داشته باشه سعی تلاش داشته باشه علاجی نداره که شوهر را عاشق نشه همین پود سرس و ماشینه через ژیرودت میگن درست همین شکم بچه سرس خروک دل خوش در وقتش بیار آ بچه نجکنش در وقتی هم خروک خرید آروم باش همین زنای صحبت یک تعلیم بگیری از برای خدا تمام زینت چون در پیش ایشون میکردن همون شلوهای طلایی و گوشتبرهای طلایی و گردنبندهای طلایی را در نزد شوهر استفاده میکردن در طول تماشای بیگناهانه همش گوشتبر را نمیکنه که یکی خوب میرم نشکنه در اینجا گردنبند نمیکنم کی میبینش تو برای مردم گرفته یا برای شوتا در پیش شوت خطا زینت بته شوکی اومد خشروک خطا خشروک دل کش که همه ببینن حواسش کنه او بیچاره اومد میاد خونه زنش میاد بوی اوغل کرده است گیگو توزه کرده است بیچاره و گو جوشیده است خود زنکای بیگونه را میبینه هم کروش هم میبینه همش عطر و پزدگی بوی خشو میگیرن البته که بعد حواسش هرس میره از زن بسیار چیزا وابستگی داره زنی خوب و فرمانبری پرسا کند مردی درویش رو پادشاه او زنه که خوب باشه صالحه باشه پرسا باشه به خدا قسم این مردی درویش پادشاه میکنه همون مرد هم شکرانه نعمتی پروردگار میکنه به خدا قسم پادشاه احتیاج به زن بسیار چیزا وابسته اگر همین زن بدونه که حق حقوق شوهر در زیباش داره حتی پدر و مادرش نداره انا لا عقل چه که پدر و مادر احترام میکنه شوهر احترام کنه پدر و مادر شوهر احترام کنه ان شاء الله در زندگیش یگون مشکلی نمیشه خیلی بعضا یگون زندگی به نشه به فراز نمیشه به شکست ریخت نمیشه یک هم بود یک میشه اما حل شونده گویو دویدن گسله تو کادونه به شرطی که زن اگر بخواه خاص داشته باشه ان شاء الله همین مردی درویش پوچو میکنه چه برسه به اینکه یک اوبوش اصلاح کنه یک الکلی که اصلاح کنه میتونم به خدا قسم حضرت ام سلیم صحابه زن ای از بنی نجار است این زن وقتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آگاهی پیدا کرد هنوز در یثرب در شهر مدینه منوره ایمان آورد حتی شوهرش میگه قهر کرد مالک ابن انس داره شوهرش قهر مالک ابن انس قهر کرد اومد برفت دیگه هم تا بینام نشون گم شد رفت میگه یک جوان مردی بود در بین همه مردمی خزرج با نام ابو طلحه تخلصش ابو طلحه حضرت بسیار صاحب جمال با دولت بسیار حکیم و با سواد با علم شخصی محترم بود نزدش اومد گفت یا ام سلیمان را نمیگیری گفت میگیرم
لیکن تو با فکر که اما محلیه را دادن نمیتونی اون با خدا قسم جان نمیتون برای تو محلیه را میگه من این وقتش عاشقی تو مقصد همین روزی باشی هر محلی بفرمی بفرم ای دختری کتر محریزیاتون میتون گفت محلیه من کلمه شهادتی تو این همه کلمه شهادت هم میگیرم مورد میاد در کار نیست و بینه یا شوهری را که در قیسه و در فکر مسلمان شدن نبود امی زن مسلمان کرد باز چی مسلمانه یکی از نزدیکای حضرت صلی الله علیه و سلم شده میادم که در تاریخ ابو طلحه میگوید تمام مسلمانان میشناسنش برای همه ایزان بسیار چیزا وابسته است خداوند وقت اقبال بده ای خواهر خیر که کاری شدگی شید شاید گمان میکنم که یک سال دو سال قطعی زندگی نداره اگر به شرطی که سعی کنه و هم شوهر اصلاح کنه ان شاء الله جهاد در راه حق کرده است مقصدش که همون زینای کم بگم چی نداره در نکاح میگه مشکل اینجاست که همین زینوکار مردم در طایفه میشوند زینوکارایی هستند که زینا را نعوذ بالله حلال میدونند کسی زینا را حلال و درست بدونه او از دایره اسلام خارج میشود او از ازش طلاق میشود یه جای گپ نیست اما اکثر زینوکارا کسایی هستند که میدونن که زینا حرامه اما نفس خودشون کنترل کردن نمیتونن متاسفانه دست به همین کار میزنن شخصی که ای طایفه باشه او مقصد مسلمانی فاسق ولی ما نمیتونیم بگیم که این نظر شریعتی هر کسی مرتکب گناه کبیره شده است او زنش طلاق میشود اگر چنده امام قرطبی در تفسیرش آورده است میگه قول علمای متقدم علمای پیشینه ما صحابه و تابعین همی بود که هر شخصی اویلادار زنا کنه زنش طلاق میشود اما میگم متأخرون در اینجا همین قول اختیار کردن که مرتکب گناه کبیره را حقی مقصد کافر اعلام کردن نیست برای یعنی اگر حلال و جایز ندونه زنش طلاق نمیشود خود امام قرطبی میگه که نزد من هم قول علمای پیشینه علمای سلف میگن محمودتر است اصلا مشکل در همین ایده متاسفانه این مشکل جامعه شده است عادتا ما وقتی سوال میکنن ما میگیم شده است طلاق برای که مردم ای طلاق میترسن ای گناه کبیره نمیترسن و وقتی میگوی طلاق بعد در جنبش میزنن میترسن لیکن بگوی که طلاق نمیشه و گناه کبیره میشه در قصهش نیست در صورتی که خدا پناه بده یک عمر سرت به زن بگردی سبکتر از این است که مرتکب گناه کبیره شوی و مردم که عقل فراست ندارن حضرت میگفت کلم الناس علی قدر عقولهم از همین خاطر مشکلی ما در همین جنبه است پروردگار حفظ کنه زن بسیار چیزا وابسته اگر همین زن بدونه که حق و حقوق شوهر در زیباش داره حتی پدر و مادرش نداره انا لا عقل چخیلی که پدر و مادر احترام میکنه شوهر احترام کنه پدر و مادر شوهر احترام کنه ان شاء الله در زندگیش یگون مشکلی نمیشه خیلی بعضا یگون زندگی به نیشه به فراز نمیشه به شکست تاریخ نمیشه یک همون یک میشه اما حل شونده کویو در دیدن گسالت و کادونه به شرطی که زن اگر بخواه قصد داشته باشه ان شاء الله همین مردی درویش پوچو میکنه چه برسه به اینکه یک اوبوش اصلاح کنه یک الکلیک اصلاح کنه میتونه به خدا قسم حضرت ام سلیم صحابه زن ای از بنی نجار است این زن وقتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آگاهی پیدا کرد هنوز در یثرب بود در شهر مدینه منوره ایمان آورد حتی شوهرش میگه قهر کرد مالک ابن انس داره شوهرش قهر مالک ابن انس قهر کرد اومد برفت دیگه هم تا بینام نشون گم شد رفت میگه یک جوان مردی بود در بین همه مردمی خزرج با نام ابو طلحه تخلصش ابو طلحه حضرت بسیار صاحب جمال با دولت بسیار حکیم و با سواد با علم شخصی محترم بود نزدش اومد گفت یا ام سلیم را نمیگیری گفت میگیرم لیکن تو با فکر که اما محلیه را دادن نمیتونی گفت با خدا قسم جان نمیتون برای تو محلیه را میگه من این وقتش عاشقی تو مقصد همین روزی باشی هر محلی بفرمی بفرم ای دختری کتر محریزیاتون میتون گفت محلیه من کلمه شهادتی تو این همین کلمه شهادت هم میگه مورد میاد در کار نیست و بینه یا شوهری را که در قیسه و در فکر مسلمان شدن نبود امی زن مسلمان کرد باز چی مسلمانه یکی از نزدیکای حضرت صلی الله علیه و سلم شده میادم که در تاریخ ابو طلحه میگوید تمام مسلمانان میشناسنش برای همه ایزان بسیار چیزا وابسته است خداوند وقت اقبال بده ای خواهر خیر که کاری شدگی شید شاید گمان میکنم که یک سال دو سال قطعی زندگی نداره اگر به شرطی که سعی کنه و هم شوهر اصلاح کنه ان شاء الله جهاد در راه حق کرده است مقصدش که همون زینای کم بگم چی نداره در نکاح میگه مشکل اینجاست که همین زینوکار مردم در طایفه میشوند زینوکارایی هستند که زنا را نعوذ بالله حلال میدونند کسی زنا را حلال و درست بدونه او از دایره اسلام خارج میشود او از ازش طلاق میشود یه جای گپ نیست اما اکثر زینوکارا کسایی هستند که میدونن که زنا حرامه اما نفس خودشون کنترل کردن نمیتونن متاسفانه دست به همین کار میزنن شخصی که ای طایفه باشه
او مقصد مسلمانای فاسق. ولی ما نمیتونیم بگیم که از نظر شریعتی هر کسی مرتکب گناه کبیره شده است او زنش طلاق میشود. اگر چنده امام قرطبی در تفسیرش آورده است میگه قول علمای متقدم علمای پیشینه ما صحابه و تابعین همی بود که هر شخصی اویلادور زنا کنه زنش طلاق میشود. اما میگم متأخرون در اینجا همین قول اختیار کردن که مرتکب گناه کبیره را حقی مقصد کافر اعلام کردن نیست. برای همین اگر حلال و جایز ندونه زنش طلاق نمیشود. خود امام قرطبی میگه که نزد من همون قول علمای پیشینه علمای سلف میگه محمودتر است. اکنون مشکل در همین ایده متاسفانه این مشکل جامعه شده است. عادتا ما وقتی سوال میکنن ما میگیم چه دست طلاق؟ برای اینکه مردم ای طلاق میترسن ای گناه کبیره نمیترسن. و وقتی میگوی طلاق بعد در جنبش میزنن میترسن. میگه بگوی طلاق نمیشه و گناه کبیره میشه در قصهش نیست. در صورتی که خدا پناه بده یک عمر سرت بیزن بگردی سبکتر از این است که مرتکب گناه کبیره شوی. مردم که عقل فراست ندارن حضرت میگه کلم الناس علی قدر عقولهم. از همین خاطر مشکلی ما در همین جنبه است. پروردگار حفظ کنه.